نکاتی که توی این ویدیو قراره در موردشون صحبت کنم برای محصلینی که تازه به بریتانیا مهاجرت کردن یا قصد مهاجرت به بریتانیا دارن خیلی میتونه مفید باشه. سلام، من محمد رضا هستم. به کانال رشد من خوش اومدید. امروز میخوام در مورد مسیر تحصیلی مهاجران در انگلستان باهاتون صحبت کنم. این مسیری که خودم هم تجربهش کردم و با چالش‌های متعددی در این مسیر روبرو شدم. برای شما سری توصیه‌ها دارم که چجوری با این چالش‌ها دست و پنجه نرم کنید. شروع می‌کنیم با مقطع های اسکول که از سن 11 سالگی شروع میشه و تا سن 16 سالگی ادامه داره که میشه از سال هفتم تا سال 11 year 7 to year 11. خیلی در مورد سالهای اول های اسکول باهاتون صحبت نمی کنم چون درس خوندن از اواخر سال نهم یا اوایل سال دهم که مقطع GCSE شروع میشه جدی میشه و از اینجاست که باید شما فکر کنید که میخواین در آینده چیکاره بشین و یه ایده کلی باید داشته باشین از اینکه میخواین چه درستی انتخاب کنین و بعدها در دانشگاه چی بخونین. مقطع GCSE یه جورایی اواخر راهنمایی و اوایل دبیرستان خودمون میشه. در مقطع GCSE شما یه سری دروس پایه دارید مثل علوم، ریاضی، انگلیسی و یه سری دروس انتخابی دارین که بازم تعدادی که میتونید انتخاب کنید بستگی به مدرسه‌تون داره. فکر میکنم که مکسیمومش 4 تاست مثل جغرافی، تاریخ، اینجور چیزا. یه ذره توضیح بدم در مورد چالش‌هایی که من تجربه کردم در این مقطع. به نظرم مهمترین چالش سردرگمیه که خیلی هم طبیعیه. شما اول که میاید با محیط آشنا نیستین، با سیستم تحصیلی آشنا نیستین، با جو مدرسه آشنا نیستید و یه سردرگمی خاصی شما خواهید داشت که به نظر من افرادی که بیشتر تحقیق میکنن، بیشتر در تکاپوان، در حال جستجوان، بیشتر میرن با معلم‌ها صحبت میکنن، بیشتر آنلاین میرن تحقیق میکنن، خیلی زودتر میتونن این سردرگمی‌ها رو پشت سر بذارن. چالش بزرگ بعدی به نظرم سختی ارتباط برقرار کردن با افراد، از اونجا که فرهنگ انگلیسی ما فرق داره. ما وقتی که میایم زبانمون خیلی خوب نیست و یه ذره میگم به خاطر همون فرهنگ یه ذره سطح طنز فرق میکنه و شما وقتی که میری وارد مدرسه میشی، افرادی که اونجا هستن مثلا اگر سال نهم دهم داری به اونا ملحق میشی، سال هاست که همدیگه رو میشناسن، با همدیگه دوستن و یه جورایی خیلی اتوماتیک وار شما منزوی میشی و مسئولیت این که از این انزوا در بیای با توئه. حالا میگم خودم این یه چیزی هست که خودم تجربه کردم به عنوان کسی که کمالگرایی داره و فرد درونگرام هست. یه ذره برای من سخت بود که از اون لاک خودم بیرون بیام و یه جورایی با اشتباه کردنم اوکی باشم. خب وقتی شما میخوای زبانت خوب نیست و میخوای با یکی صحبت کنی، اگر بخوای که باشه درست ارتباط برقرار کنی و فرار نکنی از اون ارتباط برقرار کردنه، باید با این اوکی باشی که اشتباه کنی. پس یه نکته مهم اینه که لطفاً روی موضوع کار کنین و از اشتباهاتتون نترسین و به این در یادگیری زبانم بهتون خیلی کمک خواهد کرد. و مورد بعدی همون چالش زبانه. وقتی که زبان نمیدونی، نمیتونی درست درساتو بخونی، نمیتونی با افراد دور و بر ارتباط برقرار کنی و این واقعا باعث سختی بسیار میشه در مدرسه. و پیشنهاد من برای این موضوع اینه که اگر زبانتون خوب نیست، بیشتر تمرکزتون رو بذارین برای یادگیری زبان از تمام منابعی که در دسترستون هست، مثل منابع آنلاین که شامل نمیدونم فیلم و کتاب و کلاس و همه اینا، از اینا استفاده کنید. و مهمتر از این، یه چیزی که واقعا به نظرم به خود منم خیلی کمک کرده، آشنا شدن با افراد انگلیسیه و ارتباط برقرار کردن با افراد انگلیسی. حالا خدا رو شکر ما دوست انگلیسی زیاد داشتیم، پدرم با افراد انگلیسی آشنا شده بود و دوستیای فامیلی زیادی داشتیم با انگلیسی‌ها و اونجا من احساس راحتی بیشتری می‌کردم تا مدرسه و جایی بود که خیلی اوپن تر بودم، راحت‌تر صحبت می‌کردم. و یه خوبیه انگلیسی‌ها اینه که توی این موضوع خیلی فرهنگ بالایی دارن، واقعا اصلا تو رو قضاوتت نمی‌کنن و خیلی وقتا بدون اینکه مورد تمسخر قرار بگیری بهت قشنگ میگن که مثلا توی این چیزی که داشتی میگفتی اشتباه بود و درستش بهت میگن که این خیلی بهت کمک می‌کنه برای دفعه بعدی میدونی که درستش چیه و اینجوری پیشرفت میکنی. برای کسایی که زبانشون خوب نیست، 2 تا توصیه دارم تو مقطع GCSE. یکی این که با مدیر معلم‌ها صحبت کنید که تو این امتحانا بهتون دیکشنری بدن. اگر یه کلمات خیلی قلمبه سلمبه‌ای دیدین که اصلا نمیدونستین چی ان،
تو دیکشنری میتونین سریع سرچی بکنین، معادل فارسیش پیدا کنین. این میتونه به نظرم خیلی بهتون کمک کنه، با اینکه فکر کنم در طولانی مدت خیلی راهکار خوبی نیست، ولی برای اون اوایل خیلی میتونه مفید باشه. و مورد دوم اینه که افرادی که تازه اومدن میتونن با مدیر صحبت کنن و برای امتحان وقت اضافه بگیرن. و در آخر اگر نتونستید این مقطع رو پاس کنید، اگر مثلا اواخر سال 10 یا 11 رفتید مدرسه و یه ذره دیر بود، اصلا به خودتون سخت نگیرید. اینا باید متوجه بشین که شما اومدین به یک کشور جدید، از صفر شروع کردید و از خودتون نباید توقعات بیجا داشته باشین. برید دوباره بخونید. این آپشن هست که بخواید ریتیک انجام بدین و دوباره بخونید. این کار به نظرم خیلی کار خوبیه. یه سال آدم ریتیک بکنه، دوباره بخونه و در همون حینم سعی کنه که زبانش ارتقا بده. یه مورد مهم دیگه اینه که اگر شما وقتی که تازه میاین به انگلستان 17 سالتون باشه، یعنی از 16 سال به بالا باشید، نمیتونید برین مدرسه، یعنی از های اسکول شروع نمیکنین. شما رو میفرستن کالج و با یه سری کورس های زبان هست به نام ایسول کورس شروع میکنین که چند تا مقطع داره. از entry 1 شروع میشه، بعد entry 2، entry 3، level 1، بعد level 2 میشه GCSE. و خب این لحاظایی میتونه برای کسایی که زبانشون خیلی ضعیفه مفید باشه، ولی برای کسایی که دیر اومدن ولی زبانشون خوبه یه ذره متاسفانه بده. ولی یه راهکاری براتون دارم. توی کشور انگلیس برای اینکه شما پیشرفت کنین خیلی وقت خودتون باید پیگیر باشین، شخصی باشین خیلی پیگیره. مثلا برین با معلم ایسول کورستون صحبت کنین، بگین که من مقطعم بالاتره، من فلانم. باید هی در تقلا باشین که یه لول برین جلوتر. و به نظرم اگر خودتون رو خوب ثابت کنید و خودتون رو خوب نشون بدید تو این دوران، میتونین این مقطع ایسول کورس رو اولا اگر زبانتون خوب باشه میتونین از یه لول تعیین سطحتون که میکنن یه لول خوب شروع کنین و بعدا با تلاش و کوشش سریع این مقطع رو پاس کنین و برید سراغ GCSE که بعد GCSE ها میتونین دوباره تو کالج هم بخونین. همون GCSE که تو مدرسه هم میتونین بخونین و توی کالج هم میتونین بخونین. برای کسایی که میخوان بعد از این مقطع برن دانشگاه، یه کورسی هست به نام Access to Higher Education که اگر اشتباه نکنم 1 ساله است. و حالا فرض مثال اگر که میخواین مثلا مهندسی بخونین، میرین انجینیرینگش رو میخونین و بعد با نمرات اونه که برای دانشگاه اپلای میکنین. و اما برگردیم به اشخاصی که قبل از 16 سالگی میان و مقطع GCSE شون رو پاس میکنن. برای مقطع بعدی که مقطع A لول، شما باید ریاضی و انگلیسیتون رو پاس کرده باشین و مینیمم 5 تا درس که شامل همون ریاضی و انگلیسی هم میشه پاس کرده باشید. این مقطع A لول از سن 17 سالگی تا 18 سالگی سال 12 و 13 Year 12 and Year 13. A level ها میتونین توی مدرسه بخونین یا توی کالج. مدارسی که A level آفر میدن ها بهشون میگن 6 form که همون مدرسه های اسکولن که سال 12 و 13 هم دارن. کالج معمولا GCSE آفر میده، A level آفر میده و خیلی کورسای دیگه. پس جاییه که شما میتونین افراد بزرگسال، افرادی که سنشون از شما خیلی بالاتره هم ببینید و یه محیطیه که فقط مختص افراد همسن شما نیست. و به خاطر همین بود که من ترجیح دادم که برم 6 form. وقتی شما از GCSE میرین به A level که همون مقطع پیش دانشگاهیه، یه جهش بزرگی باش روبرو میشین، درستون خیلی سخت‌تر میشن و تلاش شما باید چند برابر باشه. در این مقطع دیدگاه معلمان نسبت به دانش آموزا عوض میشه، به شما به عنوان یه فرد بالغ نگاه میکنن و کمتر شما رو هی مانیتور میکنن و پیگیرن که ببینن درساتون رو خوندین یا نه یا چه نمراتی میگیرین. اگر نمره پایین بیارین 100% باهاتون صحبت میکنن، ولی مثل دوران GCSE نیست که خیلی پیگیر باشن. و این به این معناست که شما اونجا واقعا خودت باید بالغ باشی و عاقل باشی که درست برات مهم باشه و اگر واقعا میخوای بری دانشگاه اینجا باید اون تلاش لازم رو انجام. انتخاب دروس A level اینجا خیلی مهمه برای انتخاب رشته در آینده، انتخاب رشته دانشگاهی. مثلا اگر شما میخوای مهندسی بخونی باید در GCSE نمرات علوم و ریاضی و نمرات خوبی گرفته باشی. نمره قبولی مدرسه با هم دیگه فکر می‌کنم یه مقدار فرق میکنه، ولی معمولا برای اینکه بتونی یه درس بخونی حداقل باید یه نمره بی توش گرفته باشی. حالا بعد دوران من بی بود، الان یه ذره سیستم تغییر کرده، فکر میکنم که سیستم اعدادی 0 تا 9 حداقل باید فکر میکنم 6 و 7 گرفته باشی در اون درس. برای درسی مثل مهندسی مثلا من میدونستم که ریاضی حتما میخواد. حالا من میخواستم مهندسی شیمی بخونم، پس شیمی هم
میخواستم. روی این حساب هم باید علومم تو GCSE نمره خوبی توش میگرفتم و هم ریاضی و بعدم باید از اون نمرات استفاده میکردم برای انتخاب اون دروس در مقطع A level. پس اینجا خیلی مهم میشه که شما از دوران GCSE یه ایده کلی داشته باشی از اینکه میخوای توش حیطه‌ای فعالیت داشته باشی، در آینده کار کنی و وقتی به مقطع A level میرسی، وقتی موقع انتخاب اون دروست میشه که معمولا 3 تا درس هم هست، شما باید به این فکر کنی که برای اون کورس دانشگاهی، اون رشته دانشگاهی که من میخوام بخونم چه دروسی نیازه و برای این کارم کافیه که شما 4-5 تا دانشگاه همینجوری انتخاب کنید. حالا اگر نمیدونم یه دانشگاهی هم هست که مورد علاقتونه انتخاب کنید، برید توی وبسایتش، تو اون قسمتی که کورس‌ها رو سرچ می‌کنید، کورس همون رشته مورد علاقتون رو سرچ کنید و برید تو قسمت entry requirement، دروس و نمراتی که باید تو اون دروس بگیرید رو اونجا پیدا کنید و بعد اون دروس رو انتخاب کنید. یه تفاوتی بزرگی که تحصیل توی انگلستان داره با ایران، فکر می‌کنم که نگرش معلماست. توی ایران به نظر من معلم‌ها خیلی پیگیرترن، خیلی دلسوزترن. یه وقتایی که می‌بینن یه دانش آموزی ضعیف‌تر داره عمل می‌کنه، باهاش صحبت می‌کنن، با مادر پدرش صحبت می‌کنن. حالا نمی‌خوام بگم این چیزی است که حالا اینجا اتفاق نمیفته، ولی در کل خیلی وقتا خیلی خودجوش خودشون کمک میدن. ولی اینجا فرق داره. اینجا امکانات هست، معلما کمک میدن، ولی فقط در صورتی که خودتون پیگیر باشین و برید بپرسید. تو هر جایی که مشکل دارید باید خودتون برید پیگیر باشید، با معلم صحبت کنین، بگید من تو اینجا مشکل دارم، به نظرتون چیکار کنم، چه منابعی حالا شما میتونی برای من فراهم کنی، چه کمکایی میتونی به من ارائه بدی. در اون صورت معلما آمادن که به شما کمک بکنن و یه سری مطالب تو اونجا نوشته شده. یه مورد مهم دیگه که خیلی در موردش فکر نمی‌کنن و موردی هم هست که توش خودم ضربه خوردم و اصلا بهش فکر نکردم، اینه که نباید شما بسنده کنید به کتابای درسی که خود مدرسه برای شما فراهم میکنه. برای هر درسی فکر می‌کنم 1-2 تا کتاب مدرسه بهتون میده. برای سیستم آموزشی قبلی که چند سال پیش خاتمه پیدا کرد و سیستم جدید اومد، این کتابا کافی بودن. ولی از اونجایی که دروس سخت‌تر شدن، شما نمیتونی فقط به اینا بسنده کنی و برای اینکه برای امتحان کاملا آماده باشی باید از هر منبع دیگه‌ای که در دسترست هست استفاده کنی. مثلا کتاب‌ها، جزوه‌های کمک درسی، کلیپ‌های توی یوتیوب، برگه‌های امتحانی، اینا بهتون گوشزد می‌کنن. تا جایی که میتونین برگه‌های امتحانی رو حل کنید و جایی که توش اشتباه میکنید رو یه جایی یادداشت کنید و بیشتر تلاشتون بذارید رو اون جایی که توش ضعف دارید. برید بعداً تو کتابا دنبال اون یونیت بگردین که توش اشتباه کردید و رو اون کار کنید. سعی کنید دوباره وقتی بیشتر رو اون موضوع کار کردین دوباره برگردین، سوالات امتحانی از اون قبیل بیشتر حل کنید و این میتونه باعث پیشرفت شما بشه. برای مقطع دانشگاه باید چیکار کنیم تو دوران A level؟ در اواخر سال اول چیزی هست به نام personal statement، یه انشایی که شما برای دانشگاهی که میخوای بهش اپلای کنی مینویسی و توی اون باید صحبت کنی در مورد علاقت به اون رشته‌ای که قراره براش اپلای کنی و اینکه چی شد که میخوای این رشته رو انتخاب کنی. به نظر من هر چی زودتر اینو شروع کنیم بهتره، ترجیحاً اواخر سال اول قبل از شروع سال دوم. وقتی به سال دوم میرسین اوایل شروع میکنین اپلای کردن برای دانشگاه که به شما 5 تا انتخاب میدن. 5 تا دانشگاه رو انتخاب میکنی، اپلای میکنی برای اون رشته‌ای که دوست داری. دانشگاه میان یه نگاهی به نمراتی که معلمای شما برای شما پیش بینی کردن، بهش میگن predicted grade و اینا رو بر حسب نمراتی که قبلا توی GCSE آوردین و نمراتی که تو امتحانات توی سال اول آوردین، بر حسب اون میان یه predicted grade به شما میدن و دانشگاه بر حسب این predicted grade هاست که میان به شما آفر میدن. اگر نمراتتون با اون نمراتی که اونا میخوان همخونی داشته باشه، به شما یه آفر میدن که معمولا آفر کاندیشناله، یعنی باید اون نمره رو بگیرید تا قبول بشید. وقتی که آفراتون میاد، مثلا اگر بگیم 3 تا از 5 تا دانشگاهی که بهشون اپلای کردین شما رو قبول کردن، باید بیاین 2 تاشون رو انتخاب کنید. اولی که دوست دارید که برین اونجا و دومی آپشن ریزرو شما. اگر که اون اولیا نتونستید و نمره‌شو نیاوردین ولی نمراتون به آپشن دومی میخورد، اتوماتیک وار اونو قبول میکنه و شما وارد اون دانشگاه میشید. در این دوران باید بگم که تلاش و تعهد فراوان میخواد. واقعا من خودم توی این مورد خیلی کم کاری کردم، یکی از اشتباهاتم بود که واقعا کم کاری کردم، ولی در این موضوع هم به خودم زیاد سخت نمیگیرم. از اون جایی که به عنوان یه مهاجری که تازه اومده بود فشارهای روحی زیادی رو من بود و شما اگر در این مقطع هستین خیلی به خودتون سخت نگیرین. واقعا طبیعیه که انرژی بچهای انگلیسی رو نداشته باشین برای درس خوندن، ولی سعی کنین تا جایی که میتونید تلاشتون رو بکنید و برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
دوستان گلم به پایان این ویدیو رسیدیم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر مایلید از این قبیل ویدیوها من بیشتر بذارم توی کانال، لطفا توی کامنت ها برای من بنویسین و این ویدیو هم لایک کنید. سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی دیگر، بدرود.